با تشبث پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان شوکت میرزیویف برای بهتر کردن فعالیت باغچه‌های بچگانه در ریسپوبلیک وزارت نوی مؤسسه‌های تا مکتبی تشکیل یافته فعالیت باغچه‌های بچگانه از نظارت شعبه تعلیم خلقی برآورده شده تحت نظارت دائمی وزارت نو تأسیس قرار گرفته است. در ناحیه هم چندی است که شعبه مؤسسه‌های تا مکتبی فعالیت نشان داده برای بهتر نمودن فعالیت باغچه‌های بچگانه کوشش نموده در تامین جهاز باغچه‌ها، تعمیر آنها، خوراک بچگان و تعلیم و تربیت آنها سهمگذاری کرده می‌آیند، طوری که رهبر دولت میگوید آینده از باغچه سر می‌شود. تعلیم و تربیت را پیش از همه در باغچه خوب به راه ماندن لازم است. فرق بین بچه به باغچه رفته و نرفته از زمین تا آسمان است. هم از جهت تربیت و هم از جهت دانش بچه به باغچه رفته از بچه نرفته به کلی فرق می‌کند. تعلیم و تربیت را وقتی در باغچه خوب میگیرد تا به آخر در راه درست قدم میزند و در آینده به موفقیت ها میتواند نائل شود. باغچه بچگانه محله قلعه سال جاری مورد استفاده قرار گرفت و به طور زمانوی بنیاد گردیده است. باغچه مذکور دارای همه قلعه ها بوده. در این درگاه صفت تعلیم و تربیت نیز خوب می باشد. ما در تدبیر باغچه مذکور که به مناسبت عید زبان دولتی تهیه گردیده بود اشتراک نمودیم. تدبیر مذکور با سعی و اهتمام تربیتگر دانشجوی بخش غایبانه دانشگاه دولتی فرغانه شاهسته الماس و تهیه گردیده بود. دانش و مهارت و استعداد بچگان خردسال در این مؤسسه تا مکتبی از برآمد خود بچگان هویدا بود و تا به این درجه از خود کنانیدن هنر و استعداد به این فرزندان خردسال البته به آسانی به دست نآمده است و از رنج و زحمت‌های مشکل مربیه ها گواهی می‌دادند. Ona bakacak çağda bepul talim alamiz, yurtbaşımız artağıda kamil insan bilamiz, intilamiz maqsad sari hal davruq salamiz, istiqlalin farzandlari bizlar baxtli bo'lamiz. Avvalo rahmat onaga, so'ng esa albatta otaga, bizlarga eslatish hayotning, unutmay hech qachon ustozning. Osmonlarda yurganlar, oltin saroq yurganlar, mebray berkurganlar, bolaga kitob bering. Van, 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 little dog run, tu, 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 keksiu. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Vatan bizning uyimiz, vatan bizning ko'chimiz, soyadagi suvimiz, mazza qilib ichamiz. Yurtimizning sarboni, tog'lardir farboni, bu tog'ning darmoni. Shafkat ota bor buning, yuz ko'rishi yuz bilan. Doim bo'ling biz bilan, faxr etamiz siz bilan. Shafkat ota bor buning. تربیتگران باغچه فرزندان مردم محله را چون فرزندان خود قبول کرده با برابر شادی آنها شادی کرده هنگام ایریزشان با احترام دل آنها را به دست آورده میل و رغبت آنها را به این مؤسسه تا مکتبی همه روزه برای زیاد کرده میکوشند. طلبات های دولتی را در تعلیم و تربیت آنها برای به اجرا رسانیدن زحمت کشیده برای پرمضمون و شوق‌آور گذراندن فعالیت این مؤسسه به خود تجربه کاری خواهد گرفت. تدبیری که به مناسبت عید زبان در این درگاه به وقوع پیوست خیلی شوق‌آور بود. خاصه برآمد خردککان با زبان‌های تاجیکی و ازبکی و دیگر زبان‌های غیر به همگان پسند آمد. شاعر میگوید هر کسی با زبان خود سخندان گردد دانستن صد زبان آسان گردد. خردککان با زبان مادری خود و هم زبان دولتی گفتگو کرده و شعر و سرود خوانده می توانند که این از خوب براه مانده شدن تعلیم و تربیت در باغچه مذکور دلالت می دهد. تشکیل تدبیرها در زبان آموزی و انکشاف نطق خوانندگان اهمیت مهم کسب می کند. از این خاطر منتظم تدبیر و چاره‌بینی ها در باغچه ما گذرانیده می شوند، گفت ضمن صحبت با ما تربیتچی باغچه شاهسته اولمس و باور داریم که این خردککان خوشبخت زمان در آینده همچون انسان کامل به کمال می رسند و برای رشد و رونق وطن محبوب و فراوانی حیات مردم این کشور حقوق بنیاد سهم ارزنده می گذارند. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی سوخت. در استودیو با شما جهانگیر صابرف. قرار پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان درباره باز هم تکمیل دادن فعالیت ساحه دین معرفتی قبول گردیده بود و بهر اجرای قرار مذکور در ناحیه سوخ از جانب خادمان شعبه کارهای داخلی کارهای نظررس به عمل تطبیق می گردد. گزارش اولین ما
در همین خصوص تربیه اولاد از هر جهت سالم خاصه صاحب معنویت و صاحب معرفت یکی از مهمترین مسئله های جامعه امروز به شمار می رود، زیرا آینده مملکت به نسل امروز وابستگی قوی دارد. برای تربیه اولاد صاحب معنویت باشد بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه مهم است. قرار پرزیدنت مملکت درباره چاره و تدبیرها عاید تکمیل دادن فعالیت دینی معرفتی قبول گردیده که مضمون و ماهیت آن افکار بالایی را تقویت می‌دهد، یعنی نسل امروز را فقط به آن راه از تاثیر غایه‌های بیرونی نگاه داشته می‌توانیم که فعالیت ساحه دینی معرفتی را باز هم تکمیل دهیم، قدریت‌های اصلی دینی را به جوانان فهمانیده توانیم. از این خاطر خادمان مسئول شعبه کارهای داخلی در مکتب‌ها به آموزگاران و خوانندگان واخوری‌ها تشکیل کرده در این جاده کارهای ترغیباتی تشویقاتی گذرانیده ایستادند. چنین چاره‌بینی در مکتب رقم دوم نیز به وقوع پیوست. امروز ها با سروری پرزیدنتمان یک دوره نو، دوره اصلاحات‌های نو به عمل جاری گشته ایستاده است. خصوصاً در تمام جمعیت ما از جمله در ناحیه سوخ هم برای بلند برداشتن رواج دادن ساحه دینی و معرفتی نهایت اعتبار کلان داده شده ایستاده است. امروزها در تمام مکتب‌های ناحیه از جمله در مکتب رقم دوم هم با راهبری شعبه تعلیم خلقی، اینچنین شعبه کارهای داخلی، ناظران پروفیلاکتیکی یک چند واخوری‌ها، تدبیرها تشکیل کرده شده ایستاده است که در آنها همان فهمانیدن مقصد و ماهیت اصلاحات‌های دینی معرفتی از هر جهت به معلمان، اینچنین خوانندگان براه مانده شده است. در حقیقت امروز جمعیت ما به همین گونه اصلاحات خیلی محتاج است، برای آنکه بعد از دوره استقلالیت در مملکت ما یک نوع خالیگاه‌های معنوی به وجود آمدند. با کوشش و سعی و حرکت‌های پرزیدنت اولینمان، اینچنین پرزیدنت امروزمان شوکت میرزیویف، باز یک چند روشنفکران در دوره استقلال هم کارهای نظررس به عمل برآورده شد. مقصد اساسی یگانه است، مقصد اساسی تربیت نمودن نسل نورس در روح غایه استقلال ملی، وطن دوستی، انسان دوستی، زبان دوستی و مانند همیگونه غایه ها است. ما همچون آموزگار کوشش میکنیم فرزندان خلقمان را در روح غایه استقلال ملی، وطن دوستی، از همه اساسیش انسان دوستی، انسان پروری تربیت نماییم. در واخری با آموزگاران مفتش ناحیه اکمل عبداللهیف اظهار داشت که تعلیم و تربیت یکی از عامل‌های ترقیات مملکت می باشد، زیرا مملکت همان وقت ترقی می یابد که صفت تعلیم و تربیت بلند باشد، مردم قدریت‌های اصلی و ملی خویش را پاس دارند و جوانان این کشور صاحب معرفت و صاحب معنویت باشند. از این لحاظ پیش از همه به تعلیم و تربیت نسل جوان اعتبار دادن موافق مقصد است. Bu kabi targ'ibot, tashviqot ishlarini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizni o'zligimizdan chetga chiqishidan, o'zga madaniyatga og'ishidan, mana Yevropa madaniyatiga og'ishidan, bundan tashqari o'zimizda dinimizni asl mohiyatini tushunmasdan boshqa diniy oqimlar ta'siriga, ekstremistik terrorizm oqimi ta'siri ostiga tushib qolishidan oldini olish. Mana bizda bugungi kunda yoshlarimizni, ayrim yoshlarimizni shu Dog'iston, Kavkaz, afg'on do'ppalarini kiyganini ko'ryapmiz. Har xil turli xil haligi Yevropa madaniyatiga, bizning madaniyatimizdan uzoq bo'lgan, madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan, mentalitetimizdan chetlanishga olib keladigan kiyimlarni kiyib yurganini ko'ryapmiz. Biz mana ularga shularning mohiyatini tushuntirish. Nima uchun bizni milliy do'ppimizni Chechenlar, Dog'istonlar, Kavkaz dunyo kiymaydi, biz ularnikini kiyib yurishimiz kerak. Vatanparvarlik tuyg'usi qayerga ketyapti? Milliylik qayerga ketyapti? Shu kabi g'oyalarda yoshlarimizni shakllantirish. Agar biz ushbu g'oyalarda o'zimizni milliyligimizni, o'zligimizni, mentalitetimizni, dinimizni mazmun mohiyatini tushuntirmasak bugun, ertaga kelajagimiz bo'lgan yoshlar bizni qo'l ostimizdan chiqib ketadi. اگر شاهنامه بیزوال پیغمبر داستان ابوالقاسم فردوسی را خوانده باشه، دو قوه با هم مبارزه میبرد، قوه نیکی و بدی، یکی اهریمن دیگر اهورامزدا. پس معلوم میگردد که از ازل این دو قوه ارزی وجود دارد، همیشه قوه نیکی غالب میآید، اما قوه بعدی کوشش میکند حیات آسایشته و فراوان را برباد دهد، آرام خلق را خللدار سازد. امروز هم هستند قوه های بدی که مقصدشان جوانان ما را از راه زده به حیات آسایشته و فراوان ما توسط آنها رخنه زدن می باشد.
آتش نفس آنها هرگز خاموش نمی شود و برای منفعت خویش هزاران آدمان را بهر قربان نمودن آماده هستند. این گونه ترورها امروز برای رسیدن به مقصود خویش دین مبین اسلام را به خود نقاب کردند و توسط ساختارهای اجتماعی جوانان ما را به راه ناپاک انتخاب کرده خود هدایت می سازند. Mana joylarda muhtaram prezidentimizning 5 sentyabr 2009 yil kuni qabul qilingan 4436 sonli qarorlarga asosan joylarda So'x tumani asosan o'sha turli ta'lim maskanlarida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bunda o'quvchilarimizning bilim saviyasi tekshirilyapti. Ularning maktabga o'qishga kelish nimalari tekshirilib, o'sha yerda yuksak malakali o'qituvchilar bilan hamkorlikda ular bilan qo'shimcha chora tadbirlar olib borilmoqda. Mana bugun ham 2-sonli maktabda xuddi shunday tadbirlarni davomi desa ham bo'ladi, amalga oshirildi. Bu yerda asosan o'qituvchilar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Ularga shu kelgusida o'quvchilarimizni o'sha diniy sohani yaxshi mukammal bilish, kelajakda shu har xil oqimlarga kirib ketmaslik nimalarni, yo'l yo'riqlarni maslahatlashib, rejalashtirilib kelgusida shu sohani yanada rivojlantirib turib, o'sha yoshlarimizni diniy bilimini oshirish maqsadida davra suhbatlari tashkil qilinib olib borilmoqda. در محله ها ناظران پروفیلاکتیک فعالیت میبرند و یکی از وظیفه های اساسی ترین آنها تامین آسایشتگی، با آگاهی دعوت نمودن اهالی و مراسا آوردن آیله های ناتنج می باشد. از روی معلومات ناظر پروفیلاکتیک محله در این حدود بهر فهمانیدن مضمون و ماهیت قرار نوی رهبر دولت که عاید چاره و تدبیرها درباره باز هم تکمیل دادن فعالیت ساحه دینی معرفتی قبول گردیده است، کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را منتظم گذرانیده ایستادند. Jaholatga ma'rifat konsepsiyasi bo'yicha biz ma'naviy targ'ibotni olib bordik. Mana bunda yoshlarni diniy oqimlarga kirib ketish oldini olish maqsadida biz yoshlar bilan uchrashuv qilib, ularga o'zimizni xalqimizga xos bo'lgan milliy urf-odatlarimizni biz yetkazdik. Bu ikkinchi maktabda, balki hududda joylashgan bu bolalar bog'chalarida, musiqa maktablarida, hatto uyma-uy kirib aholiga biz o'sha prezidentimizning qarorlarini targ'ib qilib, biz har bitta fuqaroga onga yetkazyapmiz. واقعا امروز ما و شما در حیات در کشور عمر به سر میبریم که صلح و امنیت حکمران است. در کشور زندگی داریم که با برابر آباد شدن شهر و ناحیه ها روزگار مردم نیز آباد شده ایستاده است. پس از ما طلب همیشه آگاه باشیم، فرزندانمان را از تاثیر غایه های بیرونی نگاه داریم و به تعلیم و تربیه آنها بی‌فرق نباشیم. آگاه باشید عزیزان. قبول‌های سیار که تحت رهبری حاکم ناحیه از روی نقشه ترتیب داده قبولخانه خلقی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان در حدودها گذرانیده می شود، پیش از همه به منفعت مردم نگرانده شده است و در قبول‌ها حداقل نیمی معمای مردم حل خود را یافتن شرط است. روز شنبه سپری قبول سیار حاکم ناحیه در یکجایی با رهبران کارخانه و تشکیلات‌ها در جمع شهروندان محله لمبور در صحن حولی باغچه بچگانه محل برگزار گردید. با قبول سیار اهالی جمع شهروندان محله تشریف نموده عاید مسائل مهم روز، مشکلات و معماهایشان مراجعت کردند. عاید مراجعت‌های شهروندان به قبولخانه خلقی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان و نتیجه های مراجعت شخصان جسمانی و حقوقی عاید مسئله ها و معماهایشان معاون مدیر قبولخانه پرزیدنت در ناحیه به حاضران معلومات های مفصل داد. مسئله هایی که ماهیت عمومی داشتند و به منفعت جامعه نگرانده شده بودند در این قبول سیار مورد محاکمه قرار گرفته. شهروندان اساساً عاید تعمیر راهها، تامین نیروی برقی و از تعمیر برآوردن ترانسفورماتور، براه ماندن و انکشاف دادن فعالیت تدبیرکاری، تامین آب نوشاکی، گرفتن پاسپورت شهروندی، تامین شدن بجای کار دائمی و امثال اینها به شخصان متصدی مراجعت کردند و عاید به زودی حل کردن مشکل مردم فکر و ملاحظه های خود را نیز بیان داشتند. هر مراجعت شهروندان در دایره قانون حل گردیدنش، یگان مراجعت به جواب نماندنش و هر مراجعت خطی و دهانی شهروندان زیر نظارت ارگان‌های حفظ حقوق و ترتیبات و متصدیان قرار داشتنش به حاضران فهمانده شده. در مدت معین گردیده در دایره قانون حل گردیدن مراجعت شخصان به قبول سیار آمده نیز
تاکید کرده شد. پس آن حاکم به خاندانها وارد گردیده از طرز زندگانی عائله‌های دارای امکانات محدود دیدن کرد. این زن تخمین 38 ساله از موضع سای قرقیزستان به محله مذکور کلین شده آمده است و 3 نفر فرزند دارد. شوهرش از عالم گذشته است. حاکم ناحیه برای کم نمودن انداز زمین او به متصدیان سپارش داد. Bugün Ahmetbek ve Makınsa Özbekistan'da zindagi mekanam. Halk hukum ba ariza qilib yordam qiling dedim. Yordam Qaysi masalada? Gazu svet nalik. Nima bo'ldi? Yordam etamiz. Yordam qilamiz dedi. بعد آن حاکم از خانه‌های زمانوی دیدن کرد. در خانه‌های نمونوی نیز یکچند معماها موجود بوده. استقامت کنندگان یک یک به حاکم عرض نمودند و برای برطرف نمودن مشکل‌های آنها رهبر ناحیه متصدیان را وظیفه‌دار ساخت. واقعاً از بی‌اعتباری برخی متصدیان و گروه کاری سکتور یکم در این حدود قوه برق و آب نوشاکی معما بوده اهالی را اذیت می‌دهد. در حقیقت رفتار برخی از مسئولان نابخشیدنی است. حاکم تمام مسئولان را به اینجا دعوت نمود و سپارش داد که مشکل‌های آنها در جایش به زودی در دایره قانون حل کرده شود. با همکاری حاکمیت ناحیه، شعبه تعلیم خلق و اتفاق جوانان برای کشف استعدادهای نو و صیقل دادن استعداد آنها آزمون حاضر جوابان و ذکی‌ها گذرانیده شد که لوحه نوبتی ما از قسمت فینالی آزمون مذکور می باشد. نسل جوان آینده کشور بوده. آنها را در روحیه انسان پروری و وطن دوستی تربیت نمودن یکی از مهمترین وظیفه‌های جامعه امروز به شمار می رود. به همین خاطر 5 تشبس مهم از جانب رهبر دولت قبول گردیده و امروز به عمل تطبیق می گردد که مقصد از آن بلند برداشتن مدنیت جوانان و مضمونات تشکیل کردن وقت خالگی آنها می باشد. بند اول 5 تشبس برای افزونگردانیدن شوق جوانان به موسیقی، رسامی، ادبیات، تئاتر و دیگر نمودهای صنعت و کشف استعدادها خدمت می‌کند. برای به عمل تطبیق نمودن 5 تشبس مهم با همکاری حاکمیت ناحیه، شعبه تعلیم و اتفاق جوانان، قسمت ناحیوی آزمون حاضر جوابان و ذکیان در خانه مدنیت ناحیه شده گذشت. در آزمون 4 دسته با هم قوه آزمایی کردند. از روی شرطها برآمد کرده با قرائت شعر و سرود، اجرای رقص و نمایش صحنه به اهل تدبیر یک جهان خرسندی بخشیدند. دسته ها برای آزمون تیاری خوب دیده بودند. با ایدی زبان دولتی بخشیده قوزه یعنی قونقلار و زکولار تنلاو گزارده شده ایستاده است. ما هم از نام جماعت از نام دیم دوم اشتراک کردیم و مهارت، دانش و صنعت اکتوری خود را نمایان کردیم. مقصد از گذراندن این آزمون آشکار نمودن معماهای جوانان، کشف استعدادهای نو می باشد. ما هم جماعت لزر از نام سکتور 4 با امروز آزمون فینال اشتراک کردیم و باوری داریم که اعضایان حکم خالصانه بها میگذارند و ما از جایهای نمایان به نصیب نمیمانیم. Beşikden boshlangan olam, senga iddolar qilmay sevaman. Bir kuni singlimda, bir kuni onam, vatan kimligingni bilmay sevaman. To'zg'iydi to'ningdan tortgan to'ralar, kecha tuzingni yeb sotgan to'ralar, endi pushaymondan tuynik mo'ralar. Men sening yoningdan jilmay sevaman. اعضای حکمان از روی عدالت بها گذاشتن را وعده دادند و واقعا در آزمون شفافی تامین گردید. از همه مهمش یکچند استعدادهای جوان در آزمون کشف گردیدند که استعداد آنها صیقل می‌خواهد. باعث افتخار است که سوخی کوچک کانی استعداد بوده، فقط با آنها راه و روش نشان دادن لازم است و خلاص. آزمون تا دیر دوام کرد. اشتراکداران نیز خیلی ذوق بردند و در آخر جماعت غالب معین کرده شد. جای اول به خوانندگان مکتب رقم 7 نصیب گردیده باشد. جای دوم به خوانندگان مکتب رقم 10 یعنی جماعت لزر نصیب کرد و غالبان تقدیرانیده شدند. تشکیل چنین چاره‌بینی ها به منفعت جوانان است گویم خطای صادر نخواهد شد. طوری که آگاه هستید 21 اکتبر روز زبان دولتی می باشد و در این روز قانون درباره زبان دولتی قبول گردیده است و 21 اکتبر سال 1989 زبان ازبکی در ازبکستان مقام دولتی را گرفت.
روز 21 اکتبر به قبول قانون درباره زبان دولتی 30 سال پر می شود و برای به طور وسیع استقبال گرفتن این روز قرار رهبر دولت قبول گردیده است. زبان دولتی ما زبان ازبکی بوده. 21 اکتبر سال 1989 مقام زبان دولتی را گرفت. در ازبکستان زیاده از 130 خلق و ملت اهل اتفاق عمر به سر میبرند و هر یک آنها به زبان دولتی احترامی خاصه دارند. ندانستن زبان دولتی خیانت به وطن، ندانستن زبان مادری باشد خیانت به مادر است. از این رو ما را لازم است که به فرزندانمان هم زبان مادری را و هم زبان دولتی را آموزانیم. در مکتب رقم دهم به مناسبت عید زبان و هم ماهانه فن زبان و ادبیات تاجیک تدبیر دایر گردید. در آن خوانندگان صاحب استعداد مکتب، اعضایان محفل ادبی الهام دبستان اشتراک کرده توسط شعر و سرود و نمایش صحنه‌چه ها از حیات بزرگان علم و ادب به اشتراکداران خرسندی های بی‌پایان بخشیدند. خصوصا برآمد خواننده صاحب استعداد مکتب شهزاد یعقوب جانف به اهل تدبیر و اعضای حکمان خیلی پسند آمد. هم با زبان دولتی و هم با زبان مادری شعرخوانی و فکرانی او واقعا سزاوار تحسین بود. هر کی دارد در جهان گم کرده، در زمین و در زمان گم کرده، این نشان گم کرده و دیگر خویشتن را به نشان گم کرده. این یک بختی جوان گم کرده است، دیگر گنجی روان گم کرده است. این یک گر نیمی نان گم کرده است، دیگر نیمی جهان گم کرده است. ناطق dedi taqdir şul bu cahani irade, tiller yo'qolur butkul bir til qolur dunyoda. Ey voizo pastga tush, bu gap chiqdi qayerdan? Navoiy bilan Pushkin turib keldi qabrdan. Kim darg'azab kim hayron chiqib keldilar qator. Dante, Schiller va Bayron, Firdavsi, Balzak, Tagor. Vaz'ingni qo'y birodar, sen aytganing bo'lmaydi. Barcha dedi barobar, ona tilim o'lmaydi. زمان عنعنه ذواللسانین در حقند لطیف خیلی رشد و نمو یافته بود و آن عنعنه امروز در ناحیه سوخ ادامه دارد. هر یک خرد و کلان سوخ با برابر زبان مادری خود زبان دولتی را نیز می‌دانند. شاعران سوخ با دو زبان ایجاد می‌کنند. خوانندگان در دوام برآمد خود از اشعار ناب شعرای ازبک شعرها قرائت نموده طبع اهل تدبیر را خوشنود ساختند. تدبیر با سعی و اهتمام رهبر محفل الهام اعظم مولان و معاون دیرکتور مکتب فرخ‌الدین توتیف تهیه شده بود و طوری که دیرکتور مکتب روشن مومنجانف قید نمود تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها در انکشاف نطق خوانندگان افزودن میل و رغبت آنها نسبت فن ادبیات اهمیت مهم کسب می‌کند. تلاش داریم که در تدبیرهای آینده خوانندگان نه فقط شعر قرائت کنند بلکه آن را معنیداد کرده یک جایه تحلیل نماییم، گفت او ضمن صحبت با ما. در اساس سپارش ادمنستراسی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان به ناحیه گروه کاری ریسپوبلیکا دایر به مسئله های 5 تشبس مهم پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان تشریف فرمودند و امروز از مکتب های رقم 11 و 25 دیدن کردند. گزارش اولین ما در همین خصوص. رشد ساحه تعلیم عامل مهم است در پیشرفت مملکت. آن وقت مملکت رو به ترقی می‌نهد که در آنجا ساختار تعلیم رواج یافته باشد. خوشبختانه در ناحیه سوخ ساحه مذکور طرف رشد و نمو می‌یابد. مکتب و باغچه‌های زمانوی به نوبت در همه حدود ناحیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. فقط از خادمان ساحه مذکور طلب آن است که صفت تعلیم و تربیت را بلند برداشتن لازم. تعلیم رواج می‌یابد اما نه در همه مکتب‌های ناحیه صفت تعلیم و تربیت به طلب امروز جوابگو میباشد. سعدی و جامی، حافظ و نوایی‌ها در خانه‌های تنگ و تاریک تعلیم و تربیت گرفته همچون متفکر برجسته زمان خود اعتراف کردیدند. پس چرا ما و شما در چنین شرایط که مثلش در زمان گذشته دیدن نمیشد نمیخوانیم و صاحب علم و معرفت نمیگردیم؟ در اکثریت مکتب‌ها نزدیک 80% شرایط فراهم آورده شده است. درست است که در بعضی مکتب‌ها صنفخانه‌ها نمیرسند. به ناحیه با سپارش ادمنستراسی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان گروه کاری تشریف فرمودند و آنها به وضع تعلیم و تربیت در ناحیه سوخ شناس شده ایستادند. آنها سراول از مکتب رقم 11 دیدن کردند. حاکم ناحیه نیز همراه مهمانان به مکتب مذکور رفت. عالی تعلیم مؤسسلari prezident administratsiyasini topshirig'iga binoan So'x tumanida umumta'lim maktablarida yoshlarimizga, farzandlarimizga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishish nuqtai nazarida keldik. Birinchi navbatda tashrifimizdan maqsad yoshlarimizni dunyoqarashini bir ko'rish,
professor o'qituvchilarimizdan birgalikda ularga namunali darslarni o'tkazish, yoshlarni qiziqishi, vatanga bo'lgan muhabbati va eng asosiy maqsadlarimizdan yana bittasi esa 5 ta tashabbusni ta'lim muassasalarida ijrosini ta'minlashda amaliy yordam berishdan iborat. Shuning bilan bir qatorda ta'lim muassasalarida mana shu kuz-qishga qanday tayyorgarlik ko'ryapti, farzandlarimiz qishli qirovli kunlarda qanday ta'lim olish uchun sharoitlar yaratilyapti va yana nimalarga e'tibor berishimizni birgalikda o'zimiz o'rganib, yordam berish maqsadida So'x tumanidagi ta'lim muassasalariga tashrif buyurganmiz. Hozirgi mana shu siz bilan suhbatlashib turgan 11-umumta'lim maktabida juda ham katta o'zgarishlar, hatto ba'zi tuman markazlarida, shaharlarda bunday umumta'lim maktablarini uchrata olmaysiz. Barcha yaratilgan shart-sharoitlar, kompyuter sinflari, sport zallari, bular hammasi yoshlarimizni chuqur bilimlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilganligini guvohi bo'ldik. بعد دیدن کردن از مکتب رقم 11 مهمانان به مکتب رقم 25 محله زنگه تشریف فرموده به خوانندگان هم صحبت شدند. گرچند تعلیم در مکتب‌های ما با زبان تاجیکی است، خوانندگان ما با زبان ازبکی نیز به درجه کم نبودن از نمایندگان این ملت سخن میگویند که این اعضایان گروه کاری را در حیرت گذاشت. البته men bugun suhbatlashdim 4-sinf o'quvchilari bilan tushlikdan keyin siz kim bo'lmoqsiz degan mavzuda ko'proq ularni qiziqtirgan savollarga ular o'zbek tilida ravon bemalol men bilan suhbatlashdilar. Albatta bu juda ham chiroyli va odamni quvontiradigan holatdir. Men o'ylaymanki, So'x tumanida olib borilayotgan mana shunday islohotlarni labbay deb amalga oshirish so'xliklarning albatta qo'lidan keladi. Ularning farzandlarini oliy ta'lim muassasalariga qamrovi ham yuqori darajada bo'ladi degan fikrni bildiraman. واقعا در ازبکستان نمایندگانی بیش از 130 ملت استقامت میکنند و برای آنها ازبکستان وطن یگانه است. تاجیکان سوخ نیز زبان دولتی را به مانند زبان مادریشان دوست می‌دارند، احترام می‌کنند و با این زبان پر را گفتگو کردن می‌توانند. این است موفقیت ما تاجیکان سوخ. تشریف گروه کاری به مکتب‌های ناحیه دوام دارد و ما به این موضوع در برنامه‌های آینده باز برمیگردیم. در دوام سال جاری در ناحیه سوخ 5 عدد باغچه بچگانه دولتی و 3 عدد باغچه خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بود. امروز باشد شماره آنها باز به 1 عدد افزود. در جمع شهروندان محله سریکنده باز یک باغچه خصوصی مورد استفاده قرار گرفت. گزارش ما از مراسم گشوده شوی باغچه مذکور. اعتراف باید کرد که سالهای آخر در ناحیه زیبامنظر ما حیات اجتماعی خیلی رواج یافت. در راه منفعت مردم کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند. جهت اعتبارناکش در آن است که در ناحیه صفت تعلیم و تربیت تارق بلند می‌گردد، زیرا تعلیم و تربیت عامل مهم پیشرفت مملکت به شمار می‌رود. واقعا رشد هر یک ساحه به این ساختار وابستگی قوی دارد. از این رو رهبری دولت از باغچه آغاز کرده برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت اعتباری مخصوص ظاهر نمود، چون که به تعبیر پرزیدنت مملکت گویم آینده از باغچه سر می‌شود. در ناحیه سوخ در دوام سال جاری جز مؤسسه‌های تا مکتبی دولتی، باغچه‌های خصوصی نیز از جانب صاحبکاران سوخی به فعالیت شروع نمودند که در نتیجه بین باغچه‌های دولتی و خصوصی رقابت پیدا شد و صفت تعلیم و تربیت نیز بالا رفت. در دوام سال جاری 3 عدد باغچه خصوصی فعالیت آغاز کرد. امروز در محله سریکنده باز یک باغچه خصوصی مورد استفاده قرار گرفت که در مراسم گشوده شوی آن رهبر ناحیه و یک گروه مهمانان از ولایت فرغانه نیز اشتراک کردند. biz bundan juda ham xursandmiz. So'x tumanida bir necha oilaviy uy bog'chalari ochildi. Bulardan Qaldirg'och, Bolajon, Gulnaz nomli, mana hozirgi Farishta nomli uy bog'chasini ochish tadbirida qatnashdik. Avvalo prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman. Qolaversa kelgusi ishlarimizda shunaqa oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim uy bog'chalarini ochishda o'zimizni kuch g'ayratimizni ayamaymiz. در باغچه مذکور همه شرایط تعلیم و تربیت فراهم آورده شده است و به این درگاه زیاده از 25 نفر خردککان محل جلب کرده شدند. خرسندی آور است که امروزها در کشور ما برای براه ماندن مکتب و باغچه‌های خصوصی امکانیت داده شد و این البته در بلند گردیدن صفت تعلیم و تربیت نقش بسا مهم می‌بازد. در مراسم گشوده شوی باغچه مذکور خردککان برآمد کرده توسط قرائت شعر و سرود با زبان‌های تاجیکی و ازبکی، اجرای رقص و نمایش صحنه اشتراکداران و مهمانان از ولایت آمده را در تعجب گذاشتند. امروز در دهه ما یکی از واقعه‌های عالم شمول، یعنی با تشبث
با دستگیری حاکمیت ناحیه سکتور چهارم رهبرش فراجان عبدالعلیف و رئیس محلمون بهادر جان من باغچه یسلی خانگی شده شد که 25 نفر فرزندان کودکان این محله را با آغوش خود کشید، زیرا که فرزندان این آینده مایند، گلغنچه های خندانند. بنابر همین هم این اقدام نیک را ما بار دیگر مبارکباد میگوییم. از گشاده شوی باغچه در این موضع پیش از همه استقامت کنندگان این حدود شاد هستند که اکنون آنها فرزندانشان را به باغچه خصوصی میدهند، زیرا باغچه از منزل زیست آنها دور نیست. بنا به معلومات رئیس محله بهادر صفایف در دهه صاحبکاران خیلی بسیارند و چنین باغچه های خصوصی را نیز باز به راه مانده شماره آن را زیاد میگردانند، زیرا تا رفت شماره اهالی نیز زیاد شده ایستاده است. در اساس نقشه وزارت تعلیم خلق ریسپوبلیکا ماه اکتبر ماهانه فن زبان و ادبیات تاجیک اعلان گردیده است و به همین خاطر در مکتب‌های ناحیه تدبیر و آزمون‌ها گذرانیده می‌شوند. در مکتب رقم 5 ماهانه فن زبان و ادبیات تاجیک به طور ناعنعنوی گذرانیده شد. حالا در همین خصوص در هر مکتب تدبیرها هر خیله بوده، یکی از دیگر بهتر و خوبتر تهیه شده ایستاده است. خصوصا ماهانه فن زبان و ادبیات تاجیک در مکتب رقم 5 به طور درس گشاد شده گذشت که ما در آنجا اشتراک نموده اقرار شدیم که آموزگار فن ملا رحمان قل نظرقل واقعا تجربه خوبی کاری دارد. موضوع درس گشاد حیات، فعالیت و ایجادیات شیخ سعدی بوده. خوانندگان در دوام درس گشاد درباره سعدی بزرگ و اثرهای نادر او معلومات ها دادند. شعرهای پیغمبر غزل از اثرهای بوستان و گلستان قرائت گردیده و از جانب خوانندگان معنیداد کرده شدند. واقعا سعدی یکی از باروزترین و برجسته ترین شاعرای زمان خود بود و تا حال اثرهای او قدر و قیمت خویش را گم نکرده است. غایه اثرهای نادر او انسان دوستی و تربیه انسان کامل بوده. خاصه جامعه امروز ما به چنین غایه و اثرهای سعدی سخت نیاز دارد و این غایه در مملکت ما امروز به عمل جاری می‌گردد. سعدی منفعت مردم را از منفعت خویش بالا می‌گذاشت. در غم مردمی زحمتکش بود. دلش به حال انسان‌های می‌سوخت که واقعاً لایق نام حضرت انسان بودند و متاسفانه قدر نمی‌یافتند. بیت زیرین معلم اخلاق حمیده کسی را که به معنی شعر به قول خواجه کمال چون سیاهی فرو می رود به اندیشه کردن وادار می سازد. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. در جای دیگر معلم اخلاق حمیده می گوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. پس معلوم می گردد که ابتدامان یک است و ما و شما از یک آدم و هوایم، همه خویش و اقربایم. سعدی به آدمان گوشرس می کند که یک بودن ابتدامان را درست درک کنیم و به یکدیگر با چشم مهر و محبت نگریم. خلاصه هر یک اثر و نوشته های سعدی مالامال حکمت است. انسان را فقط به راه درست هدایت می سازد. معلم به خوانندگان درباره اثرهای نادر سعدی نقل کرد و قید نمود که حتی بیت از سعدی در پیشتاق سازمان ملل متحد گذاشته شده و به زیاده از 50 زبانهای عالم ترجمه شده است. اثرهای بزرگ این شخص بزرگ پیغمبر غزل سعدی شیرازی گلستان و بوستان می باشد که در زبانهای دیگر خلق و ملت ها ترجمه شده است که نهایت قدر و قیمت والا را صاحب می باشد. سعدی خواسته است که با این اثرهایش یعنی انسان بر کمال را تربیت نماید، حیات شیرین و گوارا و یک شخص در جمعیت سهم گذاشتن را در این اثرهایش ترغیب کرده است. بیهوده نگفتند که سعدی این پیغمبر غزل است. خوانندگان صنف دهم مکتب در دام درس درباره سعدی معلومات ها دادند. از اشعار نابی او قرائت نموده هر یک مصرع را معنی داد کردند. آن چیزی را که ندانستند از آموزگارشان پرسیدند. واقعا از بزرگان ما برای ما میراثی بای معنوی باقی مانده که آن را آموختن و به پسآیندگان رسانیدن وظیفه هر یکی ماست. بار دیگر اقرار شدیم که خوانندگان این صنف حیات و فعالیت و ایجادیات دانشمند جهان گشته سعدی بزرگوار را پر آموختند. حتی اثر گلستان را مطالعه کردند که در دوام درس پارچه های شعری و حکایات ها را از این اثر نادر به حاضران نقل کردند. اگر خوشمندی به معنی گرای که معنی بماند ز سرعت بجای، کسی خسبد آسوده در زیر گل که خسبن از او مردم آسوده دل. غمی خش در زندگی خور که خش به مرده نپردازد از حسر خش،
زرون نعمت اکنون بده که آن توست که بعد از تو بیرون زی فرمان توست. در آخر درس معلم فهم به خوانندگان قید نمود که در همه جا مورد نظر سعدی انسان است، حیات انسان، خوشبختی وی، زندگی بی سر و سامان وی. مراد شیخ سعدی در همه مورد نصیحت کردن است و از چاهایی که در پیش راه آدمیزاد وا میخورند آگاهانیدن رهنوردان. خلاصه کسی که گلستان را پر میخواند و معنی آن را درست درک نموده در زندگی به آن عمل میکند واقعا انسان کامل است. 5 تشبس مهم سرور دولت در ناحیه سوخت به عمل ثمرناک تطبیق گردیده ایستاده است، خصوصا در مکتب رقم 4. گزارش ما از مکتب مذکور. در دایره 5 تشبس مهم رهبر دولت که پورا به منفعت نسل جوان خدمت میکند، در یکی از مکتب‌های پیشقدم ناحیه دبستان رقم 4 تدبیر و چاره‌بینی‌ها منتظم تشکیل کرده میشوند. خصوصا بین خوانندگان صنف‌های ابتدایی نیز تشکیل کردن آزمون تدبیرهای معنوی معرفتی در دایره 5 تشبس در مکتب به حکم عنعنه درآمده است. دیروز در این مکتب پیشقدم‌ترین ناحیه در بین خوانندگان صنف سیوم که رهبری این صنف در ذمه معلمه صاحب تجربه دبستان نصیبه نوربوتایو میباشد، در دایره 5 تشبس مهم رهبری دولت آزمون تشکیل کرده شد و خوانندگان این صنف با دو دسته، یک گلدسته و دیگری بنفشه تقسیم شده با هم از روی شرط‌های موسیقی، ورزش، کامپیوتر، کتابخوانی، دوزندگی قوا آزمایی کردند. خوانندگان شرط‌های بالایی را خیلی اعلی اجرا نمودند و از این خاطر اعضای حکمان را مشکلی به میان آمد که کدام دسته را غالب حسابند. در نتیجه دوستی غلبه کرد. ما را اجرای شرط کتابخوانی خیلی پسند آمد که خوانندگان صنف سیوم الکی برای مطالعه کتاب‌های بدیعی مشغول شده ایستادند. شعرها را افادنا خواندن آنها از بسیار کتاب خواندن آنها دلالت می‌داد. Qo'limga qalam tutib meni shoir qildingiz, alifbeni o'rgatib dono olim qildingiz, ikkinchi onam bo'lib menga mehr berdingiz, dunyoda yagona siz birinchi muallimim. Tilim chiqqan so'zing bilan, dilim ravshan o'zing bilan, faxr etadur xalqim ilm ona tilim. Oq qorani taniganim, senga bog'liq jonim tanim, kitoblarim bergay bilim ona tilim. Ana kabi mehribon, ilm fanlarga makon, yayrab o'ynayman har on, qadrdonim maktabim. Ota ona ikki so'z, bir qosh, bir ko'z, bir-biridan qimmali, mehr daryo hammali. Ular uzun o'ylamas, farzand sog' bo'lsa bas, goh yiqilib tursa ham, gohi yig'lab kulsa ham, barchaga chidallar, bular qushun chinorlar. از روی معلومات معلمه نصیبه نوربوتایو در صنف مذکور 34 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت میگیرند و اکثریت خوانندگان اعلی خوانند. این را در رفت تدبیر ما نیز پیخست کردیم. 5 تشبس مهم عاید بلند برداشتن معنویت جوانان و مضمونناک تشکیل کردن وقت خالگی آنها می باشد و از این رو در مکتب ما در دایره 5 تشبس مذکور آزمون و چاره‌بینی ها منتظم تشکیل کرده می شوند، گفت ضمن صحبت با ما معلمه. بند اول 5 تشبس برای افزونگردانیدن شوق جوانان به موسیقی، رسامی، ادبیات، تئاتر و دیگر نمودهای صنعت و کشف استعدادها خدمت کند. بند دومش برای جسمانان آب و تاب دادن جوانان، آفریدن شرایط برای نمایان کردن قابلیت آنها در ساحه ورزش روانه کرده شده است. بند سوم با تشکیل نمودن استفاده برای ثمرناک از تکنولوژی‌های کامپیوتری و اینترنت در بین اهالی و جوانان و بند چهارم برای بلند برداشتن معنویت جوانان، تشکیل نمودن کارهای استراکتوروی عاید وسیع ترغیب نمودن کتابخوانی در بین آنها و بند پنجم و مسئله بکار تامین نمودن زنان و دختران نگرانده شده است. باز یک جهت مهمش در آن است که خوانندگان صنف سیوم هر یک بند 5 تشبس را ازیاد کردند. آزمون تا دیر دوام کرد و خیلی شوق‌آور گذشت. میتوان گفت که تشکیل تدبیر مذکور در بلند برداشتن معنویت خوانندگان و مضمونناک تشکیل کردن وقت خالگی آنها اهمیت مهم کسب می‌کند. Sen bugün sınıfta şad yürek bilen sınav navbatini kutib turasan, a'lo mamlakatning a'lo farzandi, bilib qo'yki seni vatan kutadi. Gulob usta bo'lgan har kichik nuqta, millionlab qondoshga vatan albatta. Baxtiyor xalqimiz yashar abadiy, bilib qo'yki seni vatan kutadi. She'rdir lirika, balki oddiy til. Xalqlarning tillari bil xir emas bil. Diplomat bo'larsan, shu bukun endi, bilib qo'yki seni vatan kutadi.
این بود بخش خبری اخبار تلویزیونی صبح که شما توسط آن با خبرهایی که دیروز و امروز در ناحیه رخ دادند شناس کشید و در همین جا به بخش اخبار حسن انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی صبح بمانید.